سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پس‌های خانگی. ما امروز همراه یک نمود فطیر با شیر و روغن تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: یک لیتر شیر، 150 گرم مصلی آبکرگی جشن روغن گاوم استفاده برید میشد، یک قاشقچه میده دراش، یک نیم قاشق کلان نمک، 2 قاشقچه میده شکر. منه 2 کیلو آرد لازم است. ما در اول منه آرد گرفتیم، منه شیر، منه روغن، نمک، منه دراش، منه شکر همراه کرده. همشه خوشرو خمیر تیار میکنیم. منه 1 لیتر امی شیر ما 2 کیلوی رسا آرد میخوره. منه خمیرش سختتر کرم میگیریم. بسیارتر مشک کنید، فطری ما خوشرو رومدم میگیرد. منه خمیری ما سخت تیار شد. با مدتی 10-15 دقیقه نگاه میداریم. میتونید زوالگیته پزیده میشه، نیکی من 10-15 دقیقه نگاه میدارم. منه خمیری ما هم دم گرفت. به زوال ها تقسیم میکنیم. از سبب لیستی من مایده تر بودن میتونم 4-5 قسم تقسیم کنید. اگر لیستتان کلان باشه 4 دانه فطری 30 سانتیمتری کلان تیار میشه. من مایده تر، لیستی من 25 سانتیمتر، برای همین فطری مایده تر تیار میکنم. 5 دانه، 2 تا 3 دانه، 4 دانه، 5 دانه شد. همشه خوشرو زوالو میگیریم. 5 دانه زوالو گیتیم. 5 دقیقه دیگر بالاشو پشته میمونیم. منه خمیری ما دمگیری تنوکره میکشویم اکل فطیر باین. منم گردشه بچق نمکنیم. من خوشرو میکشویم گردکش مانده. تنوکره میکشویم. نکتر خواهید تو نکتر، غفستر خواهید غفستر کره میکشویم. منه گرفتم لیست به خواهید گردشه منه جیم جیم کنید. جیم جیم کنید. شروع جیم جیم کنیم. کو سخت نامپر میزنیم. نامپرتان باشد میتونید ویلکا زنید. منه تخمو شیر میمالیم. خواهید تخمو خودش مالید. شکرم میمالیم. تخمو شیر منه کمتر 30 دانه باشیم، باز هم 30 با میشد. به 200 درجه 20-25 دقیقه میگذاریم. همیشه میتور شده. منه چگونه میبینید فطری ما هم تیار شد. منه چه عجایبات. منه درونی فطری ما دروناش چقدر تیار شده است. منه خوشخوری به نهایت ملایمی عجایبات.
شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتیه کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر، تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.